وقتی فراموشی هم خواب ببری کند روزش نمیشکند. عزیزان من ببینید اسلام عزیز ما و شما تا چه اندازه انشاءالله خدا خواهد چی از خوبی ها دارد. کسی که خدا خواهد از فراموشی انشاءالله یکی به یادت میدونه که چیکار کرده، انشاءالله خدا خواهد شکم از سیر کرده و چیکار کرده به یادت اومد. یا که انشاءالله آب نوشیدی تشنگی شکست و چی انشاءالله به یاد اومد که چی داره شما الحمدلله خدا خواهد روزه داشتید. یا که زنتون هم به خبر است از یادش نیست روزه داریش، شما هم به خبر است یک باره خدا خواهد جماع شرعی کرده نمونه جاگه خوابی میکنه. بعد جاگه خوابی شدامت یا که در مابین جاگه خوابی به یاد زد که انشاءالله شما روزه دار بده، همون سهاد این کار قطع بکنه انشاءالله خدا خواهد و نیت میکنه روزه را ادامه میتین. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم من نسی و هو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه. پیغمبر گفتن کسی که خدا خواهد از روی فراموشی مبادا ایشان روزدار بخورد یا که بی آشامد میگد بعد بس روزش دوام دید. فانما اطعمه الله و سقاه. ببینید میگه جز این نیست که الله تعالی باید طعام و آب داده است. الحمدلله. ببینید خداوند مهربانیش ببینید که بعض انسان ها را در خدا خواهد انشاءالله در همین خدا خواهد روزه داریش خداوند ضیافت میدادهش، از طعام سرش میکرده، از آب و شراب سرش میکرده. الحمدلله وقتی که شما در بیازد همون زمان چکار میکنن انشاءالله میداره و روزه را انشاءالله خدا خواهد چکار میکنن ادامه میتین. بینید عزیزان من یکی دیگرش خدا خواهد در خواب احتلام شود انشاءالله روزش نمیشکند. عزیزان من مبادا شما روز دم میگیرید انشاءالله خدا خواهد روزه داره حرام بشه دم میگیرید، بعدی که انشاءالله دم گرفتین انشاءالله خدا خواهد وقتی که خستین که احتلام شدین چیکار میکنین همه آبادی به جا میارید. آبادی خدا خواهد فقط 2 فرض اجرا نمیکنه خلاص، چون که در آبادی 3 فرض است داریم، یعنی شستن دهان، شستن بینی، شستن کل بدن انسان فرض است. همین انشاءالله 1 فرض یعنی کل شستن بدن هم انشاءالله بجا میارین. بعد افطار کشیدین انشاءالله خدا خواهد چکار میکنین انشاءالله با دل دهان و بینه چلقه کرد ادامه داده انشاءالله رفتن میگیرین، نماز خواندن میگیرین نترسیدن، عبادت کردن میگیرین انشاءالله خدا خواهد. روزتون انشاءالله چی است؟ روزت انشاءالله خدا خواهد روزتون نمیشکند. بینید یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد یعنی روزه خدا خواهد نمیشکند چی است؟ وقتی که ما و شما بدن نظر میکنیم، نظر ما به این تماشا میکنیم و در وقتی تماشا کردن یعنی همسر چیکار میکنیم یک باره انشاءالله خدا خواهد احتلام میشیم، یعنی شهوت مخارج میشود. در این حالت هم خدا خواهد چیکار میکنیم روزه را دوام میتین، روزه را انشاءالله خدا خواهد نمیخوریم. یعنی چیکار میکنین انشاءالله خدا خواهد همون گفتگی و آبازی بجا میارین انشاءالله 1 فرشه ولی 1 فرض آبازی که ادا کرده کشیدین انشاءالله چیکار میکنین بعد خدا خواهد انشاءالله یعنی ادامه میتیم. من که روزم رسوا شد دیگر شد گفتم انشاءالله خدا خواهد چی شما نمیشکنید. من پیغمبر دونیم که این صحیح مسلم در خدا خواهد 1109 انشاءالله حدیث است. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لیصبح جنوبا من الجماع خیر احتلام فی رمضان ثم یصوم. من حدیثان شو از عایشه روایت کرده حدیث است. سلمه مادر و 2 مادر انشاءالله خدا خواهد روایت کرده حدیث که پیغمبر در ماه رمضان صبح میدمون دیگه در حالت جنوب بودن یا که علاقه جنسی کرده بودن انشاءالله خدا خواهد و به احتلام میگه بیدار شدن و بعدی میگه روزه میگرفتن، روزه چیکار میکردن انشاءالله دوام میدادن. یعنی در شب شما حق داره با خانمات و جاگه خوابی کردن گیرین این خدا خواهد یعنی شبم انسان خدا خواهد من نمیکند من شدنش خدا خواهد 3 فرض دارد. مثال امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه مثلا میگه هو ترک الاکل و الشرب و الوضع من الصبح الی المغرب. یعنی چی است از روزه
ترک کردن خوردن، ترک کردن آشامیدن آب و چای و بعضا علاقه کردن در روز از دم صبح تا نماز